چند از رهبران سیاسی و قومی افغانستان که قبل از غصب این کشور از سوی جنگیان طالبان به خارج فرار کردند از تشکیل جبهه نو به ضد طالبان با نام شورای عالی مقاومت ملی افغانستان خبر دادند. این ائتلاف نو افراد چون عبدالعرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق تادخان را در بر میگیرد. اکثر مؤسسان جبهه نو مقاومت در خارج از افغانستان قرار دارند. از جمله بنا به اطلاع دریافتی عطا محمد نور و تادخان در امارات عرب، عبدالعرب رسول سیاف در هندوستان، محمد محقق و عبدالرشید دوستم در ترکیه، یونس قانونی در بریتانیا، بسم الله خان محمدی در تاجیکستان پناه بردند. اکثر آنها به دلیل فرار از جبهه جنگ با طالبان و به این گروه تندرو سقوط دادن شهرهای مهم افغانستان هدف انتقاد تند قرار گرفته بودند. اما آنها در اعلامیه تأسیس شورای عالی مقاومت ملی افغانستان گفتند که دولت قبلی اشرف غنی بر اثر بیکفایتی، انحصارگری و فساد گسترده و در نتیجه یک معامله نامردانه و خائنانه دچار بینظمی گردیده شیروزه دولت از هم پاشید. شورای جدید رژیم نو طالبان را حکومت یکجانبه، استبداد و ضد وحدت ملی نامیده از جامعه جهانی برای تا حال به رسمیت نشناختن این رژیم استقبال کرده از سازمان ملل خواسته است که حکومت طالبان را که نیمی از کابینه آن شامل تحریم‌های سازمان ملل و برخی کشورهای جهان میباشند به رسمیت نشناسند و فشار لازم را به بالای آنها برای پذیرش یک حکومت همه‌شمول وارد سازند. اعضای شورا همچنین گفتند که خواستار حل مسئله افغانستان از طریق سیاسی اند، ولی در صورتی که جانب مقابل و حامیانشان به چنین راه حل تن ندهند ما آنجا را به بخش دوم مبارزه فعالیت‌های نظامی متوسل خواهیم شد. آنها از مردم افغانستان دعوت کردند که خود را برای یک مقاومت دشوار و درازمدت در برابر استبداد داخلی و تجاوز و اشغالگرایی خارجی آماده کنند. اما بسیاری‌ها توانمندی این افراد برای تأسیس یک جبهه در واقع قوی و مقابل ملاحظه و مقابل طالبان را زیر سوال میبرند. آنها از جمله از عطا محمد نور و مارشال دوستم یادآور شدند که با داشتن امکانات فراوان در داخل به طور مرموز و شبهه برانگیز بدون جنگ مزار شریف بزرگترین شهر شمال افغانستان را به طالبان سپرده و تنها کاری که کردند دم خوده کردند تا ترمیز ازبکستان بود. همین طور از بسم الله خان تنقید میکنند که در حکومت اشرف غنی وزیر دفاع بود و اختیار اردوی 300,000 نفره با سلاح‌های نفترین و تانک و توپ و هواپیما مسلح افغانستان را در دست داشت، ولی در بین همگی 10 روز این ارتش مقتدر از جانب گروهی که جنگیانش حد اکثر یگان اتومات کونه کلاشنیکوف از تکنیک نظامی تنها موتورسیکل زیر پایشان بود نه فقط شکست خورد بلکه تارمار شد. تشکیل شورای عالی مقاومت ملی افغانستان در حالی است که قبلا احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود به ضد طالبان جبهه مقاومت ملی افغانستان را تشکیل داده بود. طرفداران جبهه مسعود حالا در دره پنجشیر و منطقه اندراب‌های ولایت بغلان به ضد طالبان می جنگند.